سلام، وقت همگی بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش اومدی به چنل من. امیر عزت آبادی هستم. بریم که با هم امروز راجع به ایده پردازی و از کجا آقا چجوری یه ایده بیاریم و یه ایده پیدا کنیم. چجوری؟ اوکی. این چند تا راه حل های مختلف داره. اولین راه حلش از نظر من اینه که به اطرافمون نگاه کنیم. توی مدرسه، دانشگاه، خونه، کارهای روزمره و توی شغلتون ببینید آقا کجا چه چیزایی نیاز داریم، چه چیزایی نیسته. مثلا اگه فلان چیز بود کار من راحت تر بود. نگاه کنید ببینید چه چیزی که کار شما رو راحت میکنه اطراف شما نیست. خب مثلا یه مثال میزنم. اسنپ چجوری وجود اومد؟ چون میخواستی مثلا ساعت 1 شب غذا سفارش بدی، حالا ماشین نداشتی یا اینکه حال نداشتی، مریض بودی، به هر دلیلی نمیتونستی بری بیرون و این مشکل واسه تو بود و واسه هر کسی. خب اینا اومدن یه تصمیم گرفتن آقا ما چجوری میتونیم مشکل رو حل کنیم؟ اوکی، یه پلتفرم راه بندازیم که مردم بتونن آنلاین غذا سفارش بدن، یا اوبر و خب کلی پلتفرم اینجوری دیگه هستی که توی ایران در دسترس، دیجیکالا و دیگر چیزها و کلی چیز هم هستی که در خارجه. البته بیشتر این استارتاپ ها و این ایده ها اول توی خارج شکل گرفته و خب اینم تقصیر ما نیست. ما یه خورده خب با خارج کانکشنمون توی این سالهای اخیر به خاطر وجود شبکه‌های اجتماعی و اینستاگرام و تیک تاک و یوتیوب و اینا یه ذره کانکشنمون بیشتر شده. قبلش با همه دنیا ما دسترسی نداشتیم و نمیفهمیدیم اون سر دنیا دقیقاً چه خبره. و خب این ایده ها مثلا توی فرانسه یا توی آلمان یا نمیدونم توی بلژیک شروع نشد، اکثرشون توی آمریکا شروع شد که مهد تکنولوژی و یه جورایی میشه گفت قدرت اقتصادی دنیاست و خب چیز عادیه که اونجا درست بشه و بعد به اروپا برسه. و من از این که میگیم در خارج درست شده و ما اسکی رفتیم، ما فقط اسکی نرفتیم. حالا مثلا ما چون به خاطر وجود تحریم‌ها پلتفرم‌های اوبر نمیتونن توی ایران کار کنن، مشابهش رو ساختیم و دممونی گرم که این به فکرش اومد که مشابهش رو بسازیم. خیلی از چیزها همین الان توی خارج هستن که مشابهش توی ایران نیست که اگه باشه کلی میترکونه، خودتون هم میدونید و همینجور سالهای اخیر نشون داد. دیوار، دیجیکالا، نمیدونم همین اوبر یا اسنپ خودمون، تپسی و خیلی چیزای دیگه که امروزه حتی بانک هامون هم دارن از روی خارج اسکی میرن به قول خودمون و دارن کل عملیاتاشون رو آنلاین میکنن، وبسایت توی وبسایتشون، داخل اپلیکیشنشون. و حتی بلو بانک یه ایده است، یه ایده خیلی خفن بود که از خارج گرفته شد. ما کلی بانک آنلاین داریم مثل بورسا غم بانک یا ریولوت که یه بانک‌های آنلاینی هستن که کارت‌های فیزیکی و کارت‌های آنلاین میدن و خب تعداد خیلی هاشون هم مثل بورسا غم بانک یه پولی هم بهت میده. مثلا وارد میشی 80 یورو به تو میده و 80 یورو به اونی که تو رو دعوت کرده و این خیلی جالبه. یه ایده است واسه جذب مخاطب و ماهیانه هم هیچ هزینه‌ای نداره، فقط باید از کارتت خرید کنی. اگه خرید کنی از اون کارت هیچ هزینه‌ای نداره، ولی اگه خرید نکنی از اون کارت ماهانه بین 2 تا 10 یورو نسبت به حسابت ازت پول میگیرن. و ریولوت که کلا رایگانه، اصلا خریدم نکنی نکردی، کلا رایگانه. و حتی توی ریولوت اومده چیزای دیگه هم اضافه کرده، مثلا خرید کریپتو، خرید توی بازار سهام و سرمایه‌گذاری‌های بورسی آنلاین و خیلی پلتفرم باحالی و حتی یه ولت هم یه جورایی حساب میشه. و خب این یکی از چیزا بود که مثلا شما یه سو بگیرین، ذهنتون یک دیدگاه پیدا کنه، یک پله، یه قدم مشخص بفهمید، دور اطراف خودتون، دور و بر خودتون، اطرافیان خودتون رو یه نگاه بکنین. شغلت، عمو، عمه، دایی، خاله، ببینید آقا مثلا هر روز که تو خونه شوهر خاله جمع میشین، موقعی که داره میناله از چیه کارش میناله دقیقاً و به اون فکر کن دقیقاً. ببین آقا اون داره میناله چی میتونه اونو حل کنه که این دفعه بعد رفتیم و شوهر خاله نشینه 45 دقیقه صحبت کنه که از چی داره میناله، یا شوهر عمه نشینه صحبت کنه که آقا من از فلان چی دارم مینالم و فلان و سخت و اینا. این یه ایده است واسه خود من اینجا دارم رشته املاک میخونم و خب یه ایده اومد توی ذهنم
که آقا بعد الان پلتفرم‌های زیادی توی فرانسه هستن برای بازسازی خونه‌ها و بازسازی خونه‌ها. حالا بازسازی انرژیتیک داریم که بازسازی برای کاهش مصرف انرژی و برق و گاز، مخصوصا به خاطر اینکه انرژی واقعا توی اروپا گرونه، و بازسازی خونه‌های خیلی قدیمی. خیلی روی بورس دولت کمک‌های خفنی میکنه، ولی خب پلتفرم جامع و کاملی نیسته و کمک‌های کاملی هم نیسته واقعا. و به خاطر همین من یه ایده اومد توی ذهنم و شروع کردم یه پلتفرمی راه انداختم. البته هنوز بالا نیومده، فعلا کارهای اداریش انجام شده و پله پله دارم میارم بالا و با شما همشو به اشتراک خواهم گذاشت. چه کارهایی کردم دقیقاً، چه مراحلی رو گذروندم، چه مدرک‌هایی گرفتم، با چه کسایی کار کردم، حالا اگه اجازهشو داشته باشم، و اینکه در نهایت خواهید دید که پلتفرم چجوری و چجوری کار میکنه و شما میتونین توی این سهیم باشین. حالا در آینده خیلی پلن‌های خفنی واسش دارم. خب حالا پلتفرم من وسطش منحرف شدم. پلتفرم من دقیقاً چی کار میکنه؟ پلتفرم من میاد شما که یه خونه قدیمی داری و شما که تکنسیانی میان داخل اون سایت، شما خونه قدیمی تو آقا میذاری من میخوام این خونه رو بازسازی کنم، 5 تا 10 تا تکنسین به شما پیام میدن، میگن آقا من این کارو مثلا با این قد حالا با قیمتی که دلتون بخواد اینو تاییدش میکنین و از طریق وبسایت واریز میکنین و واریز میکنین پولو و تکنسین هم کارشو انجام میده. یا اینکه حتی تکنسین میاد آقا میگه مثلا من خونه چیز میکنم، شما میرین دونه بهشون پیام میدین ببینین کدوم قیمتش بهتره و شروع میکنین باش کار کردن. این یکی از بخش پلتفرمه. بخشای دیگه شو توی ویدیوهای آینده میگم. یه پلتفرم کامل و جامع است که درد بزرگ رو از جامعه فرانسه کم میکنه واقعا و میدونم که بهش نیاز داره. و خب به خاطر همین دارم میگم که توی درستون هر رشته‌ای که داری میخونی، ریاضی میخونی، کامپیوتر میخونی، کوچکترین مشکل‌ها با کوچکترین راه حل‌ها میتونه واسه شما یه ایده باشه، واسه شما یه بیزنس باشه. خیلی ایده ها و بیزنس هایی مونده که توی ایران هنوز راه نیفتاده و داده نشده این ایده ها. همونجوری که توی اروپا کلی ایده هنوز هست برای بچه‌هایی که مثلا آلمان، فرانسه، آمریکان. میگم فقط کافیه یه نگاه خوب به خودتون، زندگی روزمره‌تون، به دوستانتون، زندگی روزمره دوستاتون و به طور کلی به جامعه، به دید به دردای جامعه نگاه کنید. به جامعه نگاه کنید، به دردای جامعه نگاه کنید و ببینید چه چیزهایی نیاز داره. من اینجا به علاوه اون استارتاپ هایی که حالا بهتون گفتم و خب 99% میدونین، 5 تا استارتاپ پیدا کردم که خیلی جالب بودن و اصلا چیزی که واقعا به فکر ماها نمیرسه که مثلا همچین استارتاپی رو راه بندازیم یا اینکه امکان داره وجود داشته باشه. امکان شاید به ذهن خیلیاتون اومده ولی خب راه انداختنشو خیلی‌ها انجام نمیدن و میترسن و یه ریسک میدونن. خب این اولینشه، استرایپ. این یه پلتفرم پرداخت آنلاین. آقا این سایت میاد چیکار میکنه؟ میاد آقا تویی که فروشنده‌ای و برات یه درگاه پرداخت میذاره، یه درگاه پرداخت برات میذاره مثل چیزای بانکیه، ولی خب یه چیز جالبتر این که داره منیج میکنه دقیقاً و یه جورایی حساب داره، یعنی فقط یک درگاه پرداخت نیست، میاد حساب میکنه که دقیقاً مثلا تو این ماه چقدر سود داشتی، چقدر فروش داشتی، از این سود چقدر، از این فروش چقدر سود تو بود، چقدر ضرر تو بود، یا مثلا چقدر خرجای جانبیت بود و خب یه آمار کلی به تو نشون میده. و از پلتفرم‌های دیگه هم مثل بانک‌ها و نمیدونم جاهایی مثلا پیپل و اینجور چیزا خیلی امن‌تره و جلوی کلاهبرداری رو میگیره. چه جوری؟ سایتی که از این استفاده میکنه یعنی اون سایت کلاهبردار نیست، چون این یک پلتفرم ثبت شده است و قابل اعتماده. وقتی که اون پلتفرم یا اون وبسایت از این استفاده میکنه، کاربرش میدونه که آقا این وبسایت قرار نیست پولشو بخوره و جنسو نده و از اون طرف اون وبسایت هم خیالش راحته که پولی که میگیره کامل به حسابشه و قرار نیست مثلا کلاهبرداری ازش بشه یا اینکه پولی به حسابش واریز نشه یا این شرکت پولشو بخوره. یه چیز برد واسه همه، هم واسه خریدار، هم واسه فروشنده، هم واسه این وبسایت. با هر خدماتی که ارائه میده پورسانت خودشو میگیره و پول میگیره و همچنین یه چیز یادت بانک تور باحالم هسته که کارتای بانکی ارائه میده و کارتای بانکی فیزیکی و آنلاین. این کارتای آنلاین خیلی جالبه.
کارت آنلاین چجوری کار میکنن. مثلا شما یه کارت آنلاین درست میکنین همین الان، شماره کارت، تاریخ، CVV2، همه چی داریم، فقط فیزیکی نیست، آنلاین توی گوشیتونه. خیلی جالبه و ازش استفاده کردین میتونین کامل این کارت رو حذف کنین که حالا مثلا دوباره از حسابتون پول بر ندارد. خیلی چیزه، یعنی ایده جالبیه. خیلی گفتم چیزه. و ایده بعدی یک اسمش اسلکه. این هم یه پلتفرم برای همکاری‌ها واسه شرکت‌ها ساخته شده، بیشتر واسه حالت مینی چت و حالت مینی چت که نه اشتباه گفتم، حالت واتساپ و تلگرام و اینجور چیزاست، ولی بیشتر واسه شرکت‌ها ساخته شده. واسه این مثلا جلسه هاشون که نمیدونم چه پروژه‌هایی دارن، چه پروژه‌های انجام شده، چه پروژه‌های انجام خواهد شد، چه ایده هایی دارن و کلا واسه منیج کردن و کانکت کردن کل کارمنده یه شرکت با همه، که ایده خیلی خفنه. میدونی کارمند چه کاری رو انجام داده، چه کاری رو انجام نداده، هنوز مونده. میتینگ ها ثبت میشه که مثلا این میتینگ راجع به چی بوده، چه تاریخی بوده، صدای میتینگ ضبط میشه توی پلتفرم میمونه و هر موقع به اطلاعاتش نیاز داشتین میمونه و یه حالت اسکایپ توره، ولی خب خیلی خفنه و کلی ویژگی های مختلف داره که نیم مثل یه جورای حالت درایو هم، گوگل درایو اگه استفاده کردینم میشه، و گوگل میت که این روزا فکر میکنم خیلی روی بورسه توی اون موضوع هست. و ببینید این خیلی جالبه، با اینکه میدونست از قبل گوگل میتی وجود داره، نگفته آره یه شرکت قوی مثل گوگل هست چرا من شروع کنم، منو قورت میده، منو میخوره. نه، کارشو از 0 تا 100 شروع کرده، اون کاری به تو نداره، تو میتونی کار خودتو شروع کنی، فقط ساپورت بهتری بده، ایده های خفن تری بده و کیفیت کار رو ببر بالاتر. خود کاربرا پیدات میکنن، اصلا نگران نباش که گوگل هست فلان هست. کارگر بالاخره یه جای از اون نقطه ضعف گوگل خسته میشه و دنبال یه چیزی تو اینترنت سرچ میکنه یا توی تبلیغات میبینه که آقا مثلا همچین پلتفرمی هسته و خب هر تبلیغی 1 نفر 2 نفر استفاده کنه. وقتی کار خوب با ساپورت و پشتیبانی خوب با ایده های خفن ارائه بدی، به 10 نفر دیگه معرفی میکنه. این شرکت مثلا 10 تا کارمند داشته باشه، رئیس این شرکت اینو ببینه، 10 نفر آلردی اینو میشناسن، این پلتفرم رو میشناسن. و اگه فردا روزی یکی از کارمندا حالا یا اخراج شد یا کارش عوض کرد رفت توی شرکت دیگه، حالا به ریاستی رسید یا به جای ایده‌ای رسید، خواست ایده‌ای بده، میتونه اینو مطرح کنه و خب از اون طرف دوباره 15 16 به بالای 100 نفر 200 نفر دوباره با این پلتفرم آشنا میشن. پس اصلا نترسین که آره این ایده من وجود داره، نمیدونم این بخش از ایده من وجود داره، ایده من کامله ولی یه بخشش وجود داره، یک شرکت قوی پشتشه و من نمیتونم شروع کنم. شرکت خیلی ساله هسته، خیلی قویه و من به هیچ وجه نمیتونم رو شروع کنم. نه، میتونی، اصلا اونو توی ذهن خودت راه نده، فکراتو مثبت کن و برنامه‌ریزی تو بکن و شروع بکن. ایده بعدی و استارتاپ بعدی که خیلی باش حال کردم و ازش لذت بردم، واربی پارکر. این چیکار میکنه؟ میاد عینک‌های طبی و آفتابی آنلاین میفروشه. تو ایران هیچ پلتفرم خاصی نیست که فقط عینک طبی و آفتابی آنلاین بفروشه. شما میتونید اینا حتی تو ایران راه بندازین. خیلی ایده خفنیه. اومده چیکار کرده؟ اومده یه پلتفرم فقط مخصوص عینک‌ها رو انداخته. آقا شما عینک میخواین، نمیخوای برید توی نمیفهمم سایت‌های مختلف، ایبی یا آمازون بگردی دنبالش که آقا حالا مثلا اصل فیکه یا نه. این سایت کلا کارش فروش عینک‌های مختلفه. فقط کافیه که چیزتو وارد کنی، نمره چشم تو که یه عینک با فریمی که دوست داری رو درست کنن با کیفیتی که مطمئنی ازش، بفرستن در خونت بدون واسطه، مستقیم. و عینک آفتابی هم همینطور. حالا برندهای مختلفی که توی سایتشون هسته و برندی که خودشون دارن، میدونی کیفیتش خوبه، از یه نفر خریدی، فردا روز اگه مشکلی باشه به یه نفر ازش جواب بعد بخوای و بعد پاسخگو باشه. و خب کلا یه پلتفرم امن و راحتیه واسه کسایی که حالا عینک خیلی دوست دارن و خیلی عینک‌های مختلف استفاده میکنن، و حالا برای کسایی که مشکل بینایی دارن و نیاز به پوشیدن عینک دارن.
خیلی ایده خفنیه و حتی با توی شهرهای مختلف با دکترهای مختلف هم قرارداد دارن که از طرف اینا قرار ملاقات میگیرن و یه پورسانت اینا به دست میارن، یه پورسانت اون دکتره به دست میاره و میرن چشماشون رو معاینه میکنن. هم هزینه کمتری نسبتاً میشه به مراجعه‌های عمومی، حالا مثلا توی آمریکا چون هزینه‌های پزشکی خیلی بالاه و هم کیفیت بهتری داره چون مثلا یه دکتره، یه وبسایت و کارا همه چی روشنه، دقیقاً کلیره که مثلا چه اتفاقی قرار بیفته و چه کارهایی باید انجام بشه. خیلی تراستیبله و خیلی ازش لذت بردم. چقدر خیلی استفاده کردم. پلتفرم بعدی که واسه من جالب بود ایتسیه. ایتسی یک بازار آنلاین برای خرید و فروش محصولات دستساز و وینتیج. آقا شما اومده یه پلتفرم درست کرده. آقا تو ایران ما کلی هنرمند داریم که دست بافه درست میکنن، نمیدونم قالی کرمان، قالی های دست بافه کرمان، گلیم کاشان، گلیم پیچ سیرجان به عنوان مثال و خیلی از کارهای دستی مختلف، عروسک سازی، نمیدونم نجاری هایی که کوچیکن ولی با کیفیت خفن ارائه میدن. این اومده یه پلتفرم درست کرده فقط مخصوص وسایلی هستن که هندمیدن. آقا شما یه هنرمندی میای تو وبسایت ثبت نام میکنی، حسابتو میسازی، ریجستر میکنی و شروع میکنی محصولاتو عکس گرفتن و گذاشتن داخل این وبسایت و به فروش میرسونی. هم واسه چی میگن شغل ایجاد کردن خیلی باحاله. شما میتونید هر جای ایران یا دنیا باشین اینو شروع کنید. به عنوان مثال این توی ایران نیست و خیلی میتونه توی ایران خفن باشه و بهتر کنه، چون توی میگم همینجور توی ایران به خاطر وضعیت اقتصادی خیلی اینا یه بیزنس خفنه، هنر دارن، استعداد دارن، دوست دارن، شروع میکنن و با این پلتفرم بازارش هم ایجاد میشه که ازش درآمد ببرن که بتونن کاراشونو خفن تر کنن، به اهداف مالیشون برسن و خب یه چیز کاملی و ارائه درست میشه توی زندگی اونا و هم کسی که این پلتفرم رو انداخته و هم درآمد خفنی فروشنده داره و هم درآمد خفنی این فروشگاه آنلاین. و خب میدونین که همه چیز هست، از این دکور هدفونا بگیر تا این جاسویچی‌ها و نمیدونم چیزهای مختلف. و خب پلتفرم بعدی یعنی پلتفرم آنلاین و استارتاپ آنلاین بعدی یه برند زیباییه که با هدف ساختن محصولات آرایشی بهداشتی که با پوست همخونی دارن درست شده و سال 2014 هم اومده بالا و اینم خیلی دقت کنین که خیلی جالبه. با وجود برندهای خفنی حالا مثل سفورا، من خیلی این برندها رو نمیشناسم و خب عقب دارم و دخترها فکر میکنم بیشتر اینو بشناسن، یعنی اینجور برندها رو. با اینکه میدونسته برندهای خفنی آلردی وجود داره نترسیده و کارشو استارت زده و خب کارش هم گرفته که حدوداً 10 ساله داره ادامه میده و از میگم همه چی از وسایل بهداشتی و آرایشی معذرت میخوام، رژگونه و ژل کرمی و کانسیلر و اینا به بازار ارائه میده و خب این اومده یه ایده داده که مثلا نیام رنگ‌های مختلف رو مثلا ارائه بدم و نمیدونم قرمز کنم، سفید کنم. واسه مراقبت از پوست مثلا واسه رنگ پوست یکی از آپشنایی که مثلا ایده های این داده محصولات بهداشتی و زیبایی ارائه بدم که همرنگ رنگ پوست باشه. دقیقاً آقا هر رنگ پوستی داری ولی همون رنگ رو انتخاب کنی و استفاده کنی و خب این خیلی ایده خفنیه. البته اگه اشتباه نکنم من چون تو این زمینه خیلی یعنی کلاً اطلاعات ندارم ولی خب این استارتاپ به نظرم جالب بود و اینکه بهتون گفتم معرفی کنم. و خب همونجور که فهمیدین این یه جنبندی کلی از ویدیوه که آقا باید برای پیدا کردن ایده به اطرافتون نگاه کنین. میگم زندگی خانواده‌تون، خودتون، آشناتون، دوستاتون دردشون چیه، چه کاری میتونین انجام بدین که مثلا اون کار رو واسه یه فلان کس راحت کنی، واسه خودت راحت کنی یا نمیدونم واسه خانوادت راحت کنی. اینا همش ایده است. آقا یه ایده اینجوری، یه بیزنس اینجوری راه بندازم مثلا فلان چیز تا فلان کار درست بشه یا فلان کار راحت تر بشه یا اینکه نمیدونم اصلا فلان کار به وجود بیاد. نمیخواد حتما آلردی یه کار باشه. نگاه کن ببین آقا چه کاری نیست تو این مملکت، توی اطراف تو محل زندگیت که اگه بود خیلی خفن میشد.
اونم میتونه یه ایده خفن باشه و شروع کنیم. و دومین چیزی که بهش پی بردیم این بود که آقا ما نباید به ترتیب شروع کنیم. آقا یه دیجیکالای خفن هسته، ما میتونیم یه دیجیکالا ارائه بدیم، ولی فقط نیایم همه چی رو بفروشیم. مثلا فقط عینک بفروشیم یا فقط مثلا کلاه بفروشیم، مثاله، یا مثل اون پلتفرم بیایم محصولات هندمید رو بفروشیم. یعنی اینکه بدون هیچ ترسی شروع کنیم، یا اینکه مثل اون پلتفرم نگیم آقا گوگل میت هسته، چرا من الان بیام شروع کنم؟ کی میاد اصلا نگاه من کنه وقتی گوگل میت هست؟ اصلا کی میاد واسه یه اپ دیگه سرچ کنه؟ آلردی گوگل میت روی همه گوشی‌های اندروید نصبه. نه، خیلی از شرکت‌ها میان نصب میکنه. و اینکه تو فقط اینجوری نگاه نکن کی میاد دنبالش، برو بگرد بیار دنبال برند خودت، بگرد و جذب کن به برند خودت مشتریو با تبلیغات، با کمپین‌های بازاریابی، با گوگل ادز، نمیدونم مجله ها، بیلبوردها. خیلی کارهای خفن میتونی بکنی. ولی وقتی تو یه ایده خفن داشته باشی، مطمئن باش کلی سرمایه گذار میاد واسه تو سرمایه میذاره که بخشی از کار تو باشه، بخشی از درآمد آینده تو باشه. اینو مطمئن باش و اصلاً بدون هیچ تردیدی کارتو شروع کن. لایک و سابسکرایب یادتون نره. دمتون گرم که تا اینجای ویدیو با من بودین. چنل رو سابسکرایب داشته باشین و اون زنگوله کوچیکم بزنین که ما هر روز ویدیو داریم و هر روز ایده های مختلف رو بررسی میکنیم و از روند پیشرفت کارهای خودم واسهتون میگم. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدارتون.